بزم شاعران. شنوندگان گرانقدر، همراه سلام گرم و درود پاک و پرخلوص، شادباش‌های صمیمانه خود را به مناسبت حلول عید سعید فطر تقدیم می‌داریم. ویژه این روز بزرگ و شکوهمند برنامه‌ای ترتیب داده ایم با شرکت شاعر ارجمند آقای پژمان بختیاری و ادیب دانشمند آقای ضیاءالدین سجادی، و این بنده نیز در پایان شعری از سروده‌های خودم تقدیم خواهم داشت. هنرمندانی که به شور و حال و گرمی و شکوه این برنامه خواهند افزود عبارتند از آقایان ایرج، فرهنگ شریف، اسدالله ملک، مجید نجاهی و جهانگیر ملک. تهیه کننده این برنامه هم آقای عباس تهرانی هستند. خب جناب پژمان، از جناب علی شروع بکنیم یا از آقای سجادی؟ البته از جناب آقای دکتر سجادی. شما قبول دارید آقای سجادی؟ من اطاعت میکنم، ولی اگر که جناب پژمان اول مستفیض کنند که ما هم استفاده بکنیم، گمان میکنم بهتر باشه، برای که ایشون واقعا از هر جهت تقدم دارن و شایسته است ایشون شروع کنن. من اینطور فکر میکنم بهتره. بسیار خوب. پس بدون اینکه وقت رو به تعلل بگذرونیم من از آقای پژمان شروع میکنیم، ولی اجازه فرمایید من به شنوندگان عزیز یک سابقه بدم که آقای پژمان چه خواهند گفت قبلا، یعنی ازشون چی تقاضا کردیم. بله. ایشان بنا بود که تحقیقی بفرمایند در باره شاعرانی که در زمینه عید فطر و رفتن ماه سیام اشعاری دارند و ضمناً قرار شد خودشون هم شعری به مناسبت از خودشون در این برنامه بفرمایند. سرکارم آقای سجادی همین خواسته بزتون که با تحقیقات وسیعی که در شعر و ادب پارسی دارید زمینه‌های خوبی در این باره بفرمایید. و حالا از آقای پژمان شروع می‌کنیم. باید عرض کنم که جناب آقای دکتر سجادی با اون همه فضائل و تحقیقاتی که درباره ادب فارسی کردند، مخصوصا مقدمه‌ای که بر خاقانی نوشتند و تعلیقاتی که بر دیوان خاقانی افزودند، شایستر بود که ایشون شروع بفرمایید. اما چون دستور فرمودند و شما هم همینطور، اطاعت میکنم و شمه‌ای در این مورد صحبت کردیم. شاعران فارسیگو به طور کلی وقتی که میخوان از عید صحبت بکنند، با خطاب محبوب و ساقی و تقاضای شراب قصائد یا غزلیات خودشون را آغاز می‌کردند. گوییم که بسیاری از اونها به حکم حرمت شراب و حفظ اوامر شریعت اسلام هرگز لب بر لب جام ننهاده بودند. یکی از ایشان نظامی گنجوی است که می‌دونیم در وصف مجالس عشرت خاصه در خسرو و شیرین سخن به حد اعجاز رسوندند. با این حال هرگز می ننوشیدند و در اسکندرنامه خود که متاسفانه من اون رو دوست ندارم و تأسف میخورم که چنان سخنی در وصف چنان مردی سروده شده است، ولی به هر حال کتابی سازشون و در اونجا در همین موضوعی که عرض کردم، یعنی می نخوردن ایشون، میگوید که نپندار یک خضر فرخنده پی که از این می مرا هست مقصود می. از این می همه بی خودی خواستم و از آن بی خودی مجلس آراستم، وگرنه به یزدان که تا بودم به می دامن لب نیاوردم. و من بنده ایمان دارم که جلال الدین محمد بلخی مولوی معروف که در غزلیات پرشور دیوان کبیرش پیوسته هم از میخواری میزنه و میگوید من مست و دیوانه ما را که برد خانه، میگوید کیست در این شهر که او مست نیست، و همچنین گایم اشترون کنون میفرماید این بار سرمست آمدم تا جام و ساغر بشکنم، هم از اون جمله است و میخارگی نفرموده است. مخصوصا این شاعر روزه گرفتن رو گاهی حمل بر جدایی از معشوق میکنه. مثلا در این غزل میگوید نومید مشو جانا کامید پدید آمد امید همه جانها
از غیب رسید آمد و بالاخره ای روزه گرفته تو از مائده بالا، روزه بگشا خوش خوش کن قره عید آمد. باری این روش شاعرها بوده و اون هستن اصلا شاعر بی معشوقن، این معشوقی نداشتن همونطور که میدونید این معاصرین هم بوده گاهی و در قدما شاعرای بی مشروب ها اونجا شاعر بی مشروب و شاعر بی معشوق این شاعر معشوق دار بوده ولی بی مشروب بوده. بله این از اوناش. بله این روش شاعرها بوده و اون حتی در عید فطر هم تغییر نمیدادند، در صورتی که عید فطر در حقیقت برای سپاسگزاری از خدایی است که آنان را توفیق عطا فرموده تا ماه روزه طبق موازین شریعت غرای محمدی به پایان برسونند و در عبادت قصور نورزند. خلاصه شاعرها با اینکه ماه رمضان را حرمت می‌ذاشتند و ستایش می‌کردند، حلول عید را با زبان رندی بیان می‌کنند و پای ساقی و مطرب و می را پیش می‌کشند. عجب آنکه شاعرای معاصر هم غالبا، یعنی حقیقتا از کنم تقریبا همیشه، دست از سر ساقی و مطرب و چنگ و چغانه و بربط، یعنی چیزهایی که تقریبا امروز ما نمیبینیم در هیچ جا، بر نمیدارن، در حالی که هیچ یک از اینها به خصوص در دخمه میخاران وجود نداره. در اونجا عرق کالباس دود و محملگویی، نه ساقی است. جای مغبچه هم گارسونه. بله ولی چه گارسونه بله، نه ساقی است خلاصه، نه مطرب، نه چنگ و نه سقانه و نه بربط. حتی نمیدونیم اینا کدوم چه شکلی داره، اصلا بربط چگونه سازی بوده است. اینا از گذشتگان نوت برداشتن. بله. اما شعرهای پیشین که شراب از دست ساقی میگرفتن و گوش به آواز چنگ میسپردن، در عید فطر همچنین میکردن. مثلا فتحالله خان شیبانی اول با حیرت میپرسد رمضان رخت مگر بست، که بگشود به فال مرغ زرین شب عید یکی نیمه زبال. بالاخره معشوقه یا ساقی رو مخاطب ساخته، میگه ای صنم امشب ما را به 2-3 جام نبید، از مه روزه بشوی از دل زنگار ملال. مجمر زوارعی با شادی خاصی سخن حافظ رو به زبان دیگر تکرار میکنن. المنت لله که بدل گشت دگر بار، سجاده به پیمانه و تسبیح به زنار. رفتن که گشودند در صومعه شیخ، رفتن که ببستند در خانه خمار. معذرت میخوام آقای پژمان، این مجمر اصفهانی یا به قول حضرت علی و دیگران مجمر زوارعی که هر دوش درست هست، شعرش اشاره به کدوم یکی از اشعار حافظه؟ همین که فرمودید. با کمال شرمندگی باید عرض کنم از تقریبا اکثر اشعار حافظ، طور مخصوص عرض کنم در این ابیات المنت لله که در میکده باز است. باز اگر از بحر دل زاهد خود بین بستند، دل قوی دار که از بحر خدا بگشایند. شدن که اهل نظر بر کناره می رفتند، 1000 گونه سخن بر زبان و لب خاموش. در هر حال شعرها همه به این روش بودن. فرخی سیستانی عیاش میخاره بارها راجع به ماه رمضان و عید فطر سخن گفته و قصیده سروده. از جمله در سکامه بردم این مه به تراویح و به تسبیح به سر، باده میخواهد و میگوید نه همه تشنگی و گرسنگی باید خورد، نوبت گرسنگی خوردن بردیم به سر. یک مه از سال چنان بودم کبدال بوند، 11 ماه چنین باشم و زین نیست بتر. افسوس که سروش اصفهانی همین مضمون رو گرفته و با زبانی یا خیلی ضعیفتر اینطور ساخته: بودم 1 ماه پارسای زمانه، عید مرا داد پارسایی برباد. انصافا خیلی بد ساخته رحمت الله علیه. و گاه میشد که آسمان ابر بود و ماه دیده نمیشد و در اون روزگار هم تلگراف و اینها زیاد نبوده که بتوانند اصلا نبوده که زیاد کمش هم نبوده، مقداری تلگراف بوده تقریبا. بله، اما آخه این شاعری که من راجع به اون صحبت میکنم در همون ایامی بودن که تقریبا نخستین سیمکشی تلگرافی در ایران معمول شد. به این جهت گفتم تقریبا نبود. خب جناب عالی که در این قسمت در صورت صاحب
رأی هم هست دیگه، چون تاریخ مفصلی هم راجع به رابطه تاریخ ارتباطات به طور کلی نوشتن. امیدواریم یه روزی برنامه‌ای داشته باشیم با شما تأثیر پست و تلگراف در ادبیات فارسی از شما سوال کنیم. هست اتفاقا یه مقداری هست. روزی که پیام یار میبرد نسیم تیاره نبود و تلگراف بیسیم. بله بسیار کسان دیگر هم ساختن. یکی که ای سیم تلگراف خبر بر از منبر شاهزاده اکبر که معتمد دوله فرهاد میرزا نوشته در مقدمه یکی از چیزاش. باز راجع به ساختن تلگراف و اینها قصیده ها و چیزها من دیدم، اگر لازم شد یه روز عرض میکنم حضورتون. به هر حال در یه موقعی که هوا ابر بود و هلال دیده نمیشد و تلگراف هم همونطور که عرض کردم نبود که از بغداد مثلا خبر بدهند که از جای دیگر، از شهر دیگر، از اصفهان مثلا بگویند که ما دیدیم شما هم ببینید. به قول مرحوم ایرج میرزا ما این کار کردیم شما هم این کار رو بکنید. این شاعر اوقات سر شده، هلال عید نتوانسته ببینه و میخاری از دستش رفته. این شاعر صحاب اصفهانی است که میدونید صحاب اصفهانی رو خیلی هم حذف کردن از شعرا زیاد. در یک قصیده خیلی دلنشین به این نکته اشاره میکنه که مطلعش فقط عرض میکنم مفصله. شرم از ابروی اون ابرو کمان کرد آسمان، شرم از ابروی اون ابرو کمان کرد آسمان، زن هلال عید را امشب نهان کرد آسمان. قانی با شوخ طبعی خودش، البته او زیاد راجع به ماه رمضان و کنم با زبانهای تقریبا گایم رکیک یاد میکنه، ولی در اینجا در اینجا یه قدری مؤدب تره. معاذا با اون شوخ طبعی خودش چکامه درباره شروع ماه رمضان داره که ساخته که یکی دو بیتش عرض میشه و شنوندگان گرامی میتونن بقیه قصیده در دیوانش که همه جا هم هست ببینن. ماه رمضان آمد ای ترک سمنبر، یا ای ترک سمنبر، نمیدونم کدومش درسته، ای ترک سمنبر، برخیز و مرا صبح و سجاده بیاور. اون مصحف دیرینه که پارینه ز مجلس بردی به شب عید و نیاوردی دیگر، بازار رو بده. من میخواد بگه طرفم دستش کج بوده، بردهش نیاورده، خودش هم قرآن خون نبوده، اونم به پول نزدیک کرده طرف. بله بازار رو بده. الان جواب اینه چی میده؟ میگه قرآنی هم به وجود نداره، لابد میره از خونه همسایه میاد. اینم که یادش نیست که اون قرآن خودش چجوری بوده. بله بازار رو بده تا که بخوانم دو سه سوره، غفران پدر خواهم و آسایش مادر. به اینطور که از شد جمیع شعرا با حفظ حرمت ماه رمضان آمدن عید فطر به فال نیک می گرفتند و شراب و ساز و آواز می خواستند. معاذا هستند کسانی که مثل منوچهری در اظهار خوشنودی از پایان ماه رمضان افراط نمی کنند. او از کسانی است که خیلی بی‌پروا بوده در این موضوع و می گوید که ماه رمضان رفت و مرا رفتن آن به، عید رمضان آمد المنت لله. اون کس که بود آمدنی آمده بهتر، من کس که بود رفتنی او رفته شده به. بر آمدن عید و برون رفتن روزه، ساقی بدهم باده بر باغ و به سبزه. من روزه بدین سرخترین آب گشایم، عجب روزه خوبی. من روزه بدین سرخترین آب گشایم، زن سرخترین آب مرا میده و مسته. شیخ عجل سعدی شیرازی منظور شربت آلبالو بوده، هر آب سرخی که شراب نیست. بله یکی از شعرا بوده به نام غضنفر کاشی. روزی خانش در حجرش نشسته بوده، چند نفر از طلاب آمدند و دیدن بالای رف یه مقداری شیشه با آب قرمز هست. یکی از اینو زد به پلو اون که گفت بالا رو نگاه کن، یارو حتی شرابشو قایم هم نمیکنه. این احساس کرد، فوری بلند شد دو سه تا از این شیشه آورد پایین رو گفت که هوا گرمه، آب انار گویا بد نباشه. ریخت توی گیلاس و بهشون داد و اینا خوردن، دیدن چیز خیلی شرمنده شدن، دست داد خجلت، دیگه نتوانستن بمونن رفتن. فقط یه نفرشون که دوست و رفیق و صمیمی بود ماند. غضنفر گفت رفقا رو خوب رنگ کردم ها، ولی ما عربا اینجا شرابم داریم. چیچه آوردی و بالا خودم بخوریم. واقعا آبم قرمز بوده، رفقا رو رنگ کرده دیگه. همین زد رفقا رو خوب رنگ کردیم. شیخ عجل اتمام ماه روزه که مقارن با اواخر زمستان بوده
به این طور با این زبان نرم و سخن ملایم اشعار می‌داره و جنبه تنبه اخلاقی رو هم از دست نمیده. نگفتم روز بسیاری نپاید، نگفتم روز بسیاری نپاید، زمستان بگذرد سختی سراید. پس از دشواری آسانی است ناچار، ولی چون آدمی را صبر باید. شاعر آسمانی سخن ما حافظ خواجه بزرگ شیراز رحمت الله علیه نیز درباره ماه سیام و هلال شوال سخنها داره که برای حسن ختام این گفتار که تا حدی شاید طولانی شد برخی از آنها رو ذکر میکنیم. اگرچه سخن او ناشنیده نیست، اما اگر 1000 بار هم تکرار بشه باز تازه و شنیده نیست. ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. عیب نداره ما این کلمه ناموس هم برای اینکه احتمالاً بعضی اشخاص متوجه نباشند که ناموس یعنی چه شرح بدیم که ناموس به معنای شهرت و آوازه است و اینکه میگوین ما ناموس هم حفظ کردم یعنی حیثیت و آبروی خودم رو حفظ کردم. بله. ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، درده قدح که موسم ناموس و نام رفت. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، به به. نقد دلی که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از اون در حرام رفت. این حرام هم دو باز معنی داره. بله. شهر الله الحرام هم هست. بله. و حرام با من حرمت. این رو فراموش کردم بهتون عرض کنم که اکثر شاعرها قصاید یا غزل‌هایی که برای این منظور می ساختن به ستایش و مداحی ختم می کردن. بعضی از اونها حتی مطلع قصیده رو در متن ممدوح آغاز می‌کردند، مثل سامانی فرزند قاآنی. خجسته باد به دستور شاه عید سیام، فلک متابع و دولت رهی زمانه به کام. حافظ هم این کار کرده، اما چطور و با چه زبان؟ عید است و آخر گل که بعضی اینو میخونن موسم گل. عید فطر بوده و در آخر بهار بوده. عید است و آخر گل و یاران در انتظار، ساقی به روی شاه ببین ماه و می بیار. دل برگرفته بودم از ایام گل، ولی کاری بکرد همت پاکان روزدار. ترسم که روز هست انان بر انان رود، تسبیح شیخ و خرقه رند شرابخوار. حافظ هم مانند دیگران در عید فطر یا ماه رمضان از شراب سخن میگوید، اما نحوه بیان او را با شیوه سخن منوچهری مقایسه کنید و تفاوت اونها را در نظر بگیرید. زنمه عشق که از او پخته شود هر خامی، گرچه ماه رمضان است بیاور جامی. روزه هرچند که مهمان عزیز است ای دل، صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی. توجه فرمودید؟ روزه مهمانی است عزیز، وقتی که بیاید مصاحبتش موهبتی است آسمانی، و اونگاه که برود از فیض و برکتی که بر جای نهاده است نعمتی بزرگ و منتی عظیم بر ما داره. اجازه فرمایید این بیت بازم تکرار بکنیم و بعد سکوت کنیم. روزه هرچند که مهمان عزیز است ای دل، صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی. صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی. عرایض بند تمام شد. استدعا میکنم جناب آقای دکتر سجادی. قبل از سخن آقای دکتر سجادی اجازه بفرمایید که برای اینکه تنوعی در برنامه ایجاد بکنیم از آقای ایرج و یارانش خواهش بکنیم که آوازی بخوانند و سازی بنوازند. البته ایشون هم وظیفه دارن که با شعری مناسب آواز بخونند و بعد میریم بر سر سخنان آقای سجادی. اگر از آقای ایرج بشود خواهش کرد که همین غزل حافظ که من درس کردم 2 بیتش ماه سیام رفت، بسیار خوب، اگر این رو بخوانند به نظر من مناسب تر و بهتر. خواهش می‌کنیم که همین کارو بکنن.
وقت عزیز را وقت عزیز رفت بیا تا غذا کنیم
گرچه حضور صراحی و جام رفتم مستم کن آنچنان که ندارم به خودی در عرصه خیال در عرصه خیال که آمد خدا اما
محبوب من آقای ایرج، آقای نجاحی و آقای جهانگیر ملک، آقای شریف و آقای اسدالله ملک، از همه شما سپاسگزاریم که برنامه خوبی به شنوندگان عزیز در این روز مبارک تقدیم داشتید. و حالا با سپاس از شما از آقای سجادی خواهش میکنم که سخن خودشون آغاز بکنن تا ببینیم تحقیقات ایشان در شعر فارسی به مناسبت فطر و روزه چیست. آقای سجادی. بله، حضرت عالی. عرض کنم که من واقعا از مطالب دقیق جناب پژمان استفاده بسیار کردم. بسیار خیلی خوب بود، خیلی خوب. ایشون یک سیری ولو به نظر کوتاه آمد در این دیوان شاعران به مناسبت عید فطر کرده بودند و نمونه های خیلی لطیف و خوبی هم ذکر کردند. البته شعر فارسی واقعا زمینه وسیعی در تمام موضوعات داره و هر موضوعی رو شاعرای فارسی زبان درباره شعر گفتن. بعضی ها شعرشون ابتکاری و خوبه، بعضی ها شعر رو تقلید کردند از اونها، همطور که اشاره فرمودید، گاهی بد در آوردن، گاهی مثلا کوشش کردن یکی دو بیت رو بهتر از قبلی ها در آوردن. به هر صورت این یکی از موضوعات توی شعر فارسی هم خب این ماه رمضان است و عید فطر و اینها. اتفاقا به مناسبت همین روزا که چون روزدار بودن بعضیشون مارزون تبشون ضعیف کرده، بعضی از اینا عرض کنم که در عین این که خب واقعا به ماه مبارک رمضان سخت احترام میگذارن و این عبادت یک ماه رو خیلی خیلی هم محترم میشمرن و یقینا هم از گفته هاشون پیداست که خودشون انجام دادن، یک ماه رو روزه گرفتند و عبادت کردن. ولی با این حال خب روز عید فطر رو که یکی از دو عید بزرگ اسلامی است و مخصوصا اون شاعرای قدیم ما مثلا تا قرن پنجم و اینها که خب این از جهت دیگری هم اصلا اهمیت خاصی داشته، از جهت خود اون عقیده خاص مذهبیشون هم بسیار به این عیدها توجه داشتن و پادشاهان و امیران اون زمان هم. بسیاری از داستانها داریم جناب پژمان که مثلا تاریخ بیهقی نقل میکنه در زمان سلطان مسعود یا دیگران که این عید فطر رو خیلی با تشریفات انجام میدادن و به این جهت این شاعرای اون قرن یعنی لااقل دوره غزنوی درباره این عید خیلی سخن دارن و از جمله اونها همطور که اشاره فرمودید مثلا در درجه اول شاید فرخی باشه که تغزلات خیلی خوب داره و من یکی دو تا از اونها رو یادداشت کردم، یه چند بیتش رو که اگر اجازه می‌فرمایید چند بیت رو بخوانم و بعد به یه نکته هم که توجه دارید اشاره میکنم. اون این است که همطور که جناب عالی هم فرمودید خب در دوره بازگشت ادبی به اصطلاح از این فرخی خیلی تقلید کردن، مخصوصا همین سروش اصفهانی که اصلا میخواد عین فرخی مثلا شعر بگه و حتی همین موضوع عید فطر و ماه رمضان رو هم درست تبعیت کرده از او، منتها خب شعر فرخی چیزی دیگری است و به قول ادیبان صنعت سهل و ممتنعی رو که سعدی در غزل داره این در قصیده و تغزل داره انصافا. یکی از قصایدش که چند بیتش در این مورد هست من عرض میکنم، میگوید که آن 2 هفته مه من برد مه روزه به سر، بامداد آمد و از عید مرا داد خبر. مردمان دوش خبر یافته بودند ز عید، که گمان برد که من غافلم از عید مگر. او مگر تهنیت عید همی خواست بدین، هیچ شک نیست همین خواست بدین آن دلبر. من از این شادی برجستم و 2 چنگ زدم اندرون زلف که با مشک زند بویش بر. بر زبان داشت ز مه آن مه 2 هفته سخن، از لب او لب من یافت به خروار شکر. طرف لب شکری بود. بله.
قاعدتا چون از عید خبر داده و اصلا سخنش هم شیرین بوده. در ماه شوال این تنگی و این تاریکی نیست. این تنگی و تاریکی نیست. تو به چشم دگر اندر ماه شوال نگر. خطر روزه بزرگ است. خطر روزه بزرگ است و مه روزه شریف. از مه روزه گشاده است به خلد اندر در. راه بهشت دیگه. خطر توضیح بفرمایید. خطر معنی بزرگی. بله بزرگی. عظمت و بزرگی. خطر روزه بزرگ است و مه روزه شریف. از مه روزه گشاده است به خلد اندر در. لیکن این ماه که پیش آمد ماهی است که او با طرب گردد و با رامش و با رامشگر. ماه شوال هم اینطوره. ولی خطر همون خطر شو، خطر کنز کام شیر به جور کار بزرگ بکنه. البته اگر که می‌خواستی واقعاً به شعر یکایک شاعران در این موضوع اشاره کنیم خیلی طولانی میشد. بعضی از این دیوانها رو من نگاه میکردم میدم که هر چند صفحه مثلا ورق میزنم نوشته درباره عید فطر و ماه صیام. مثلا عرض کنم که خاقانی شروانی شاعر قرن ششم که نکته‌ای که جناب عالی اشاره فرمودی درباره نظامی، درباره این شاعر هم اتفاقا شاعرای قرن ششم دو سه تاشون خیلی مردم زاهد متعصب در دین، خیلی واقعا متقی و پرهیزکار بودن. نمیشه احتمال داد که صحبتشون از می یا مثلا این شراب و اینها واقعا اون می و شراب ظاهری است. و مخصوصا این نظامی که یکی از زهاد حقیقتا و اون کسانی که میگن این نوع چیزها با هنر جمع نمیشه اشتباه میکنن. این شاهکارهای شعر فارسی رو به وجود آورده است و هیچ گونه از این به اصطلاح اونچه که اصطلاحاً در زمان ما به ذوقیات تعبیر میشه نداشته. هیچ کدوم ها. این نمونه کامل یک انسانی است که پر از ذوق و شور بوده و چنین شاهکارهایی به وجود آورده و در عین حال هیچ هم از این چیزها که در بین بعضی ها میگویند که لازمه مثلا هنر یا شعر نبوده اصلا، اعتیادی به این نوع چیزها نداشت. نظامی خیلی متقی بود بدون شک، خیلی هم زندوست بود به نحوی که وقتی اون دارای دربند اون کنیزک قرچاقی رو براش فرستاد خیلی اظهار تشکر کرده و تنها پسرش که محمد اسم داره از این زنه. از این است که این مرحوم یک بختی داشته، طالعی داشته که همچه که یکی از کتابهاش تمام می شده زنش می مرده. خسرو شیرینش که تمام شد اون خانم دربندیش مرد. بعد کتاب هفت پیکرش تمام شد یکی دیگه مرد. بعد جلد اول شرفنامه یعنی جلد کتاباشو با زناش جلد میکرد. خلاصه 3 تا از زناش تا اونجا که نوشته، حالا شاید خدا میدونه 7 تا دیگه هم شاید مرده باشن، ولی 3 تاشون رو نوشته که بله من یه بدبختی دارم که برای نوشتن هر یکی از اینا یه عروسی رو باید نثار کنم. چون روز عید است و اینا شادی یک لطیفه به یادم آورد آقای پژمان. میگفتن یک زن بود 7 شوهر کرده بود و هر هفته به قول معروف و عوام سر هفته رو خورده بود و شوهر 8می هم کرده بود، 8می هم داشت میمرد. زنه گریه میکرد میگفتش که عزیزم من نمیدونم تو اگر بمیری من به کی میسپاری؟ گفت به احمق 9می. حالا بعضی مردا سرخورن بعضی زنها هم سرخورن. بله در صورت خاقانی هم این نوع چیز داره و چند بیتی از اون قصیدهش اینه: صبح خیزان که از 2 عالم خلوتی برساختند، مجلسی بر یاد عید از عید خوشتر ساختند. هاتف خمخانه داد آواز که جمع از صبوح، پاسخش را آب لعل و کشتی زر ساختند. تا دهان روزداران داشت مهر از آفتاب، سایه پروردان خم را مهر از زر ساختند. چون لب خم شد موافق با دهان روزدار، سر به مشکالوده 1 ماهش معطر ساختند. از پس 1 ماه سنگنداز در جام بلور، عده‌داران رزان را حجله ها برساختند. هم صبوح عید به که از بحر سنگنداز عمر، روزه جاوید را روزی مقدر ساختند. البته اون سنگنداز یا کلوخنداز اصطلاحی است که پیش از ماه رمضان 1 روز قبل از ماه رمضان مثلا جشن میگیرند و
میخارگی میکنند و اینها، بعد هم به قول معروف دیگه شیشه و اینها رو کلوخ و سنگ توش مثلا میاندازن میذارن لب بام و لب اون تاخچه برای عید فطر. قاعدتا این سنگ انداز و کلوخ انداز منظور اینه. این چند بیت هم بد نیست از سروش خونده بشه. میگوید که زمن هر آینه بر ماه روزه باد درود، که دوش از اول شب کرد خلق را بدرود. یکی چه گفتش؟ گفتش که سخت ماندی دیر. یکی چه گفتش؟ گفتش که رخت بستی زود. مگوی بهر چه آمد، مگوی بهر چه رفت، ز رفتن آمدنش هر دو شاد باید بود. نه روی در هم باید کشید از آمدنش، نه دست بر دست از رفتنش بباید سود. کنیم خشنود او را ز خویش سال دیگر. بله سال دیگه اگه آمد خب باز به عبادت و اینها بالاخره خشنودش کنیم خشنود او را ز خویش سال دیگر، ز پیش ما اگر امسال رفت ناخشنود. کنون چه باید؟ یا حالا ماه رمضان رفته، خب حالا چیکار باید کرد؟ حالا دستور میده. کنون چه باید؟ نقل و نبید و ساقی کش، خروش بربط و بانگ رباب و نغمه رود. در نشاط و در لهو ماه روزه ببست، هر آنچه روزه فرو بست عید روزه گشود. پشت در رو اصلا میخوردن روزه در بسته بودن. غلام ساقی خیشم که حق عید شناخت، به یاد عید مرا یک دو ساتکین پیمود. البته این شعرای دوره قاجاریه و بعد از اون تا این دوره های اخیر هم عادتشون این بود برای هر عیدی شاید مثل قانی مثلا چندین شعر هم می ساختن که در مجالس متعدد مثلا خونده بشه. البته اینجا چند شعری هم بنده باز یادداشت کردم از ملک الشعراء صبوری که در دیوانش دیدم خیلی شعر برای ماه صیام و عید فطر داره، خیلی زیاد. ملک الشعراء دربار حضرت رضا. بله. و اونجا در روز عید فطر و یاد مذهبی میخوانده دیگه اینها رو. و منتها چند بیت از یک قصیدش اینه، 5-6 بیت بیشتر نیست که بنده میخوانم. بد نیست این شعرها هم. میگوید که طوبی لک ای ماه همایون فر شوال، زنهار بمانی تو نکوفال و نکوحال. مصباح شب غمزده ای مه فیروز، مفتاح در میکده ای مه شوال. اصل فرحی فصل طرب، باب نشاطی روح خوشی و جان سروری در آمال. از چرخ هلال تو شب دوش چو سرزد، گفتی به سر خلق زند مرغ طرب بال. شد باده گسار از تو دگر ساقی سرمست، شد نغمه سرای از تو دگر مطرب قوال. ساقی هله بر ساعد و بر ساق بلورین، از شوق هلال تو زند یاره و خلخال. این چند بیت هم از ملک الشعراء صبوری است. البته چون مجال دیگه نداریم و باز میخوایم از آقای سهیلی هم استفاده کنیم که اون شعر خودشون رو بخوانن، بنده اینجا دیگه ختم میکنم. خیلی لذت بردیم از آقای پژمان و آقای سجادی. تحقیقات بسیار بسیار ارزشمندی داشتند و امیدواریم که شنوندگان بسیار سرمست شده باشند. بزرگداشت این گونه اعیاد رو همینطور میدونیم مبتنی بر وجود دین مبین اسلام میدونیم و پرچمدار این دین مترقی حضرت خاتم انبیا پیغمبر بزرگوار ما هستند. بنده به رسم تیمن و تبرک با تقدیم قطعه شعری به نام محمد که گویای میلاد این مرد استثنایی آفرینش هست برنامه رو پایان میبخشم. زمین و آسمان مکه آن شب نور باران بود، زمین و آسمان مکه آن شب نور باران بود، و موج عطر گل در پرنیان باد میپیچید. امید زندگی در جان موجودات می جوشید. هوا آغشته با بوی شفابخش بهاران بود. شبی مرموز و رؤیایی
به شهر مکه مهد پاک جانان دختر مهتاب می خندید. تو گویی ساحت ام القری در خواب می خندید. ز باغ آسمان نیلگون صاف و مهتابی دمادم بس ستاره می شکفت و آسمان پولک نشان می شد. صدای حمد و تهلیل شباویزان خوش آهنگ به سوی کهکشان می شد. دل سیاره ها در آسمان حال تپیدن داشت و دست باغبان آفرینش در چنان حالت سر گل آفریدن داشت. شگفتی خانه ام القری در انتظار رویدادی بود. شب جهل و ستمگاری به امید طلوع بامدادی بود. سراسر دستگاه آفرینش اضطرابی داشت و نبض کائنات از انتظاری دم به دم میزد. همه سیاره ها در گوش هم آهسته میگفتند که امشب نیمه شب خورشید میتابد، ز شرق آفرینش اختر امید میتابد. در آن حال آمنه در عالم سرگشتگی میدید به بام خانه‌اش بس آبشار نور میبارد و هر دم یک ستاره در سرایش میچکد رنگین و نورانی و از این قدرت نمایی ها نصیب او شگفتی بود و حیرانی. در آن دم مرغکی را دید با پرهای یاقوتی و منقاری زمردفام که سویش پر کشید از بام و در صحن سرا پر زد و پرهای پرندین را به پهلوی زن دردآشنا سایید. به ناگه درد او آرام شد آرام، به کوته لحظه ای گرداند سر را آمنه با حاله امید. تنش نیرو گرفت و در دلش نور خدا تابید. چو دید آن حاصل کون و مکان و لطف سرمد را، دو چشمش برق زد تا دید رخشان روی احمد را. شنید از هر کران عطر دلاویز محمد را. سپس بشنید این گفتار وحی‌آمیز: الا ای آمنه، ای مادر پیغمبر خاتم، سرایت خانه توحید ما باد و مشید باد. سعادت همراه جان تو و جان محمد باد. بدو بخشیده ایم ای آمنه، ای مادر تقوا، صدای حضرت داوود و حب دانیال و عصمت یحیی. به فرزند تو بخشیدیم کردار خلیل و قول اسماعیل و حسن چهره یوسف، شکیب موسی عمران و زهد حضرت عیسی. بدو دادیم خلق آدم و نیروی نوح و طاعت یونس، وقار و صولت الیاس و صبر حضرت ایوب. بود فرزند تو یکتا، بود دلبند تو محبوب، سراسر پاک سراپا خوب. دو گوش آمنه بر وحی ذات پاک سرمد بود. دو چشم آمنه در چشم رخشان محمد بود که ناگه دید چهر دخترانی آسمانی را. به دست این یکی ابریق سیمین، در کف آن دیگری تشت زمرد بود. دگر حوری پرندی چون گل مهتاب در کف داشت. محمد را چون مروارید غلطان شست و شو دادند. به نام پاک یزدان بوسه ها بر روی او دادند. سپس از آستین کردند بیرون، دست قدرت را زدند از سوی درگاه خداوندی. میان شانه های حضرتش مهر نبوت را. سپس در پرنیانی نقرگون آرام پیچیدند و از آنجا آسمانی دختران بر عرش کوچیدند.
همان شب قصه پردازان ایرانی خبر دادند که آمد تکسواری در مدائن سوی نوشروان و گفت ای پادشه، آتشکده آذرگش اسب ما که صدها سال روشن بود، هم امشب ناگهان خاموش شد. خاموش. به یثرب یک یهودی بر فراز قلعه فریاد را سر داد که امشب اختری تابنده پیدا شد و این نجم درخشان اختر فرزند عبدالله نوین پیغمبر پاک خداوند است، وجودی بس کرامند است. یکی مرد عرب اما بیابانگرد و صحرایی قدم بگذاشت در ام القری وین شعر را برخواند که ای یاران، مگر دیشب به خواب مرگ پیوستید؟ چه کس دید از شما آن روشنان آسمانی را؟ چه دید از مکیان آن ماهتاب پرنیانی را؟ زمین و آسمان مکه دیشب نورباران بود، هوا آغشته با عطر شفابخش بهاران بود، بیابان بود و تنهایی و من دیدم که از هر سو ستاره در زمین ما فرود آمد. به چشم خیش دیدم ماه را از جای خود کندند، ز هر سو در بیابان عطر مشک و بوی عود آمد. بیابان بود و من، اما چه مهتاب دلارایی. بیابان بود و من، اما چه اخترهای زیبایی. بیابان رازها دارد ولی در شهر آن اسرار پیدا نیست. بیابان نقشها دارد که در شهر آشکارا نیست. کجا بودید ای یاران که دیشب آسمانی ها زمین مکه را کردند گلباران؟ ولی گل نه، ستاره بود جای گل. زمین و آسمان مکه دیشب نورباران بود، هوا آغشته با بوی شفابخش بهاران بود. به شعر آن عرب مردم همه حالی عجب دیدند. به آهنگ دلانگیز عرب این شعر را خواندند و رقصیدند که ای یاران، مگر دیشب به خواب مرگ پیوستید؟ چه کس دید از شما آن روشنان آسمانی را؟ که دید از مکیان آن ماهتاب پرنیانی را؟ زمین و آسمان مکه دیشب نورباران بود، هوا آغشته با عطر شفابخش بهاران بود. بیابان بود و تنهایی و من دیدم که از هر سو ستاره در زمین ما فرود آمد. به چشم خیش دیدم ماه را از آسمان کندند، ز هر سو در بیابان عطر مشک و بوی عود آمد. بیابان بود و من، اما چه مهتاب دلارایی. بیابان بود و من، اما چه اخترهای زیبایی. بیابان رازها دارد ولی در شهر آن اسرار پیدا نیست. بیابان نقشها دارد که در شهر آشکارا نیست. کجا بودید ای یاران که دیشب آسمانی ها زمین مکه را کردند گلباران؟ ولی گل نه، ستاره بود جای گل. زمین و آسمان مکه دیشب نورباران بود، هوا آغشته با عطر شفابخش بهاران بود. روانت شادمان بادا، کجایی ای عرب، ای ساربان پیر صحرایی؟ کجایی ای بیابان گرد روشن رای بطحایی؟ که اینک بر فراز چرخ بینی نام احمد را، و با هر موج بینی اوج گلبانگ محمد را. محمد زنده و جاوید خواهد ماند، محمد تا ابد تابنده چون خورشید خواهد ماند. جهانی نیک می‌داند که نامی همچون نام پاک پیغمبر مؤید نیست، و مردی زیر این سبز آسمان همتای احمد نیست. زمین ویرانه باد و سرنگون باد آسمان پیر،
اگر بینیم روزی در جهان نام محمد نیست. ما سکوتمون ها به علت عظمت مطلب بود و هم به علت لطف شعر شما. خیلی متشکرم. خوب میشنوید آقای سجادی. بسیار بسیار. خب حالا با اجازه سروران و شنوندگان عالی قدر و تقدیم شادباش‌های مجدد بدین برنامه پایان میبخشیم و آرزو میکنیم که در پرتو مهر خداوند و در پناه آیین مقدس اسلام سربلند و سرفراز بمانید.